میدونی این ثروتمندان براش به تو حاضرن پول بدن؟ به خاطر این محصول. بریم یه نمونه بسازیم ببینیم کاربردش چیه، چه کاربردی داره و کجاها استفاده میشه. چیزی که ثروتمندان حاضرن به تو پول بدن بابتش این محصول هست. این محصول سنگ مرمر مهندسی. تا حالا سنگ مرمر دیدی که زرد خورشیدی باشه؟ سنگ مرمر دیدی که قرمز باشه؟ سنگ مرمر دیدی که سفید باشه؟ ادامه ویدیو رو ببین، هم اینو درست میکنیم، هم قرمزش رو درست میکنیم، هم طرح قلبش. دوست داشتی میتونی تو خونه با کمترین سرمایه درستش کنی و بفروش. بازار داغ سنگ مصنوعی و گچ و پودر سنگ و سیمان دیگه تموم شد. نسل نوین سنگ مرمر، نه سنگ مصنوعی. الان هم دقیق مشخصه سایه دست من، با اینکه نور پشتش نیست. ببینید کاملا مشخصه. این سنگ رزین اپوکسی نیست، رزین پلی استر نیست. یه نمونه چی بگم، یه جور راز هست و نمیتونم الان فاش کنم این راز. حتما ادامه ویدیو رو ببین و دوست داشتی میتونید خونه خودت درست کنی. بفرست برای کسی که سنگ مصنوعی کار میکنه. وسایل مورد نیاز: یک عدد ترازو، چوب، خشک‌کن این محصول، چند عدد ظرف پلاستیکی، چند نمونه پلیمر، لیوان یکبار مصرف و رنگ زرد خورشیدی، قرمز آلبالویی که شما میتونید استفاده کنید. بریم بسازیم و ببینیم که چی از کار در بریم نمونه بعدی. من میخوام این موادم رو بریزم داخل این قالب تلقیح. و 10 دقیقه اجازه میدیم که خشک بشه. هر از اینکه خشک بشه میریم برای حبابگیری. موادی که دیدین در واقع سنگ مرمر مصنوعی یا سنگ مرمر مهندسی شده هست، مثل زرد خورشیدی، قرمز آلبالویی، سفید رنگ که اینجا من دارم نمونهشو بهتون نشون بدم. سفید رنگ که نور ازش عبور میکنه و میتونید هر چیزی که باهاش دوست دارید رو بسازید. به این نمونه سنگ ها میگن سنگ دفنی. چیزی که تو باغات استفاده میشه، تو پارک ها خیلی بیشتر داره استفاده میشه. این نمونه که من الان ساختم 15,000 تومان برای خودم هزینه داشت. 10 دقیقه طول میکشه و دیدید که وسایل زیادی هم نمیخواد و دونه 350 تا 400,000 تومان هم میتونید داخل بازار بفروشید. ببینید الان خودشو آروم آروم گرفت. یک ساعت که بمونه کلا خشک میشه، میتونید از قالب در بیارید. 24 ساعت بعدم عمقی خشک میشه، یعنی دیگه خشک میشه. 2% جذب آب داره، ضد اسید هست، ضد واکتکس، مقاوم هست به ضربه، مقاوم به باران اسیدی برای بیرون ساختمان، مقاوم به حرارت و نکته مهمتر تو نور خورشید زرد نمیشه، یعنی رنگش از بین نمیره. مثلا میتونید به جای اینکه داخل سرد استفاده کنید یه دونه لوله پلاستیکی بگیرید، این لوله رو پر کنید، یه ظرفش هم بذارید پر کنید، بعد از که خوشو درش بیارید بعد 2 سانت 1 سانت یا 3 سانت بستگی به کار خودت برش بزنید.
هم سرعت کارتون میره بالاتر، هم احتیاج به این همه قالب و این همه وسایل ندارید. خب نکته مهمتر اینه که پادشاهی سیمان، گچ و پودر سنگ دیگه تموم شد. این نسل جدید سنگ مصنوعی نورگذر هست. اگه خوشت اومد حتما این ویدیو بفرست برای افرادی که دوست داری و سنگ مصنوعی کار میکنن. هر سوالی هم داشتی داخل کامنت ها برام بنویس، خودم بهت جواب میدم. هزینه راه اندازی این همه کار و این همه مواد که شما دیدید، این نمونه و این نمونه و این نمونه 3 قلم با هم کیلویی 150,000 تومان هزینه داره که شما میتونید این وسایل خیلی زیبا رو باش بسازید. تصمیم با خودتون. دوست دارید سنگ مصنوعی کار کنید که دونه ای 50,000 تومان 100,000 تومان براتون سود داره، یا میتونید سنگ مرمر مصنوعی کار کنید که دونه ای 400,000 تومان 500,000 تومان براتون سود داره. یا همین نمونه ساعته که براتون میذارم ما داریم با همین مواد میسازیم. با همین مواد میسازیم، میفرستیم داخل بازار، پشتش هم پردازی میشه، یک کار خیلی شیک تحویل مشتری میدیم. این فیلمی که دارید میبینید بالا میذارم دقیقا با همین مواد ساخته شده، چیز زیاد خاصی نیست، دقیقا با همین مواد. و دیدید که خیلی راحت در یک فضای 80 سانت در 80 سانت با کمترین هزینه ممکن ما این سنگ ها رو ساختیم و این تابلویی که دارید میبینید. حتما ما رو فالو کنید و هر سوالی که داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید، خودم جواب میدم.